Hallo, guten Tag, guten Abend. Ich grüße euch. سلام. تمام اینایی که گفتم عزیزان معنیش سلام میشه که هر کدوم رو میتونین هر موقعی که خواستین به غیر از گوتن ابند که برای شب هستش از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد بقیه رو میتونید در هر زمانی از روز که خواستید برای سلام و درود گفتن استفاده کنید. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Mir geht es gut. Und dir? Und euch? حالتون چطوره؟ حالت چطوره؟ من حالم خوبه. شما چطورین؟ تو حالت چطوره؟ برای من تو کامنتار بنویسید که حالتون چطوره. Wie geht's euch?